أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، یکی از موضوعاتی که زیاد مهم است و بسیاری مردم در این قسمت به تفاوت هستند، موضوع شناخت سنت و بدعت است. سنت علما به اشکال مختلف تعریف کردن. خب سنت در نزد علمای عقیده یک قسم تعریف میشه، در نزد علمای فقه دیگه قسم تعریف میشه و در نزد علمای اصول فقه دیگه قسم تعریف شده، در نزد علمای حدیث دیگه قسم تعریف شده. لکن مهم که است امی تعریف سنت که سنت در مقابلش بدعت استعمال میشه. این علمای عقیده میگن سنت چی هست؟ میگه سنت هر عقیده، هر عمل، هر عبادت، هر اخلاق، این مسائل اعتقادی و عبادتیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده، این سنت میگه. و به ضد سنت چی هست؟ بدعت است. اینال هر چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده، خواه در عقیده هست خواه در عبادت، این سنت گفته میشه. و آن چیزی که مردم باز به دین نسبت میتن، میگی از دین است، در دین است، ثواب داره، خوب است و او را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نکرده، این را بدعت میگن. بدعت چی را میگن؟ بدعت نوآوری را میگن. مثلا یک کسی یک چیز را نو ایجاد میکنه، او را بدعت میگن. در زبان عربی او را بدعت میگن. لکن بدعت که است، نوآوری دو قسم است. بسیاری وقتا شما اگر کتیگان تا بحث میکنید، خصوصا مردمایی که مسلکی نیستن در عقیده، یا مشکلشان چی است که یا وقتی که تانجا رو بحث میکنن میگه خیلی شما بدعت میگین، خیلی کامپیوتر استفاده میکنی، کامپیوتر بدعت نیست، لاسپیکر بدعت نیست، میز بدعت نیست، چوکی بدعت نیست. این حالی اینجا گپ سر از این است که بدعت یکی در لغت است و یکی در اصطلاح. در اصطلاح هر چیزی که شما نو ایجاد میکنید او را بدعت میگن. در لغت کامپیوتر هم در بدعت لغوی داخل میشه، یعنی نوآوری است. کسی یک کامپیوتر ساخته، کسی موبایل ساخته. لکن بدعت اصطلاحی که در شریعت استعمال میشه و او دلالت است و گمراهی هست، او چی هست؟ او نوآوری در دین است، نوآوری در عقیده هست. یک نفر یک عقیده نو میاره. مثلا در اسلام رسول الله صلی الله علیه و سلم رهبانیت نکرده، گوشه‌نشینی و ترک دنیا نکرده. اینال اگر کسی گوشه‌نشینی میکنه و ترک دنیا میکنه، میگه من ازدواج نمیکنم، من تا آخر عمر چی میباشم؟ مجرد میباشم. اینی را چوری کار میکنی؟ میگیره من به خاطر از این میکنم که من برای عبادت بیکار شدم، خوب دینداری بکنم. اینال اینی چون در دین نیست، این کارا که این میکنه به خاطر دینداری، اینی بدعت گفته میشه. اما در بدعت اصطلاحی کامپیوتر یا داخل نمیشن. چرا؟ یا هیچ کس نگفته که اگه کامپیوتر درس دادی ثواب داره، اگه از دلت درس دادی ثوابش کم است. اینال کامپیوتر خود ثواب داخل نیست. یا اگه در موبایل گلکسی داشتی ثوابت زیاد است، اگه از موبایل‌های خشره داشتی گناهگار شدی. اینال این موبایل خود دین نیست. اینال بعضی کسایی که مغالطه میکنن، نمیخواد که حق قبول بکنه، از این خاطر علما میگن که بدعت چی میشه؟ اکثرا یا بدعت در عقیده ایجاد میشه، عقیده ضد عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم، این بدعت است. و عبادت ضد عبادت رسول الله صلی الله علیه و سلم.
رسول الله صلی الله نکرده، این میره میگه عبادت است. اینی چی هست؟ این بدعت گفته میشه که این بدعت ضد چی استعمال میشه؟ ضد سنت. پس این طرف سنت شد، این طرف بدعت شد. هر چیزی که روش پیغمبر صلی الله علیه و آله بود در عقیده، در عبادت سنت است و اگر نبود ضد چی است؟ بدعت است. در کدام مسائل؟ در مسائل دینی. خارج دین بدعت گفته نمیشه. خانه تا 20 منزل هم جور میکنی، نوآوری میکنی، در بدعت داخل نمیشه و این شامل بدعت نیست. یکی. خب حالا میایم سر از این که شما در هر رکعت نماز میخوانین که چی است؟ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. پروردگارا ما را در مغضوب علیهم داخل نکو و در کی داخل نکو؟ در ضالین داخل نکو. ضالین کی هستن؟ و بازه حدیثی که میگه که کل بدعت دلاله. اینا ضالین کی هستن و چرا اینجا گفته شده که هر بدعت دلالت است؟ فرق بین مغضوب علیهم و ضالین اینمی هست که مغضوب علیهم یا عالما بودن، وقتی که یک کس عالم باشه و به خاطر منفعت دنیایی، به خاطر چوکی، به خاطر پیسه این مخالف دین کار کنه، سر از این غضب الله نازل میشه. مثل علمای یهود خوب عالم بودن، خوب دین میفهمیدن، لکن در دینداری چی بوده؟ بسیاری وقتا نقصش بود. این مثلا آل فعلا ما و شما خوب علما داریم، شیخ الحدیث ها داریم، علمای کلام داریم. فایدهش در چی است؟ اگر بخیزه بر مردم بگه که پروتکل امریکایی حرام است، ناروا است، کفر است، از دین برآمدن است، باز برش موتر $50,000 هم میتونه. یعنی اگر حق گفتی باز بایسکل هم نداری، بعضی اوقات در شهر هم نمیمانی تارا. صحیح نه؟ این علینی علمای یهود به خاطر چی؟ به خاطر ازی که منفعت شخصیشان بود دین پوشاندن، با سر از اینا غضب الله نازل شد. اینا مغضوب علیهم میگن. ضالین خیلی میگن اینا نصرانی ها بودن. این نصرانی ها چی مشکل داشتن؟ که یا دین نمیفهمیدن، اخلاص داشتن، دین نمیفهمیدن، از این خاطر به اخلاص در دین چیزای چتل داخل میکن. بدعتکار هم که است اینمی عیبش است. بدعتکار چرا در جمله ضالین است و کل بدعت ضلاله؟ به خاطر چی بدعتکار در جمله ضالین گمراه ها داخل میشه؟ به خاطر ازی که بدعتکار خوب آدم است. هر جایی که شما سأل کنین همین بدعتکارا بسیار خوب مردم هستن، اخلاص دارن که از ما و شما کدام زیاد، تهجد میخوانن، تسبیح های 1000 دانه‌ای دارن. فهمیدی یا نه؟ حتی کتش کاشنایی کنی دختر خودم برات اما تو مفت میده. باور بکن دم گروپش که بیری، فهمیدی یا نه؟ دم گروپش که بیری خلاص برد یک دخترم میگه آه در گروپ ما هستی. اخلاص داره لکن بیچاره دین نمیفهمه. در چی داخل میشه؟ در بدعت داخل میشه. و کل بدعت دلاله. ای با بدعت خود در چی داخل شد؟ در دلالت و گمراهی. در پشتو یک مطلب است میگه هندوس داره خدای ناراض. اینال بدعتکار بیچاره بسیار چیز مانده است، اما از الله از پیشش ناراض است. بدعتکار خطرش ده چی است؟ علما میگن که بدعت چی است؟ علما میگن که سوال میشه که آیا گناه کبیره گناهش زیاد است؟ صحیح کنیم ای بسیاری گپا فرمولا سیره کس نمیفهمه. علما پرسان میکنن میگن که گناه کبیره یک نفر زنا کرد، صحیح نه؟ این گناهش زیاد است یا از بدعت؟
میگه نیست، زناکار خود گناهکار است، دال نیست. از بدعت گناهش از گناه کبیره کدام زیاد است. بدعتکار گناهش از گناه کبیره کده زیادتر است. یعنی اگر زناکار یک دفعه در دوزخ غطه شوه، این بدعتکار 10 دفعه غطه میشه. زناکار خیلی کمک مزه دیده نه؟ این خدا شرمانده، این مزهش هم ندیده، این مفت چیز در دوزخ غطه میخوره. اینی خطرناک است. زناکار و شرابی توبه میکنه. چرا زناکار هم میفهمه من گناهکار هستم و شرابی هم میفهمه که من گناهکار هستم. پیش خود وجدان خود شرمنده است نیست. این وقتی که آدم فهمید که من گناهکار هستم، پیش وجدان خود شرمنده هستم، یک روزی از روزا توبه میکنه. اما بدعتکار ابدا توبه نمیکنه. چرا؟ بدعتکار چی عادت داره؟ بدعتکار میگه که شما غلط هستین. او میگه من در راه درست روان هستم، ما آدم خوب هستم. ابو جهل در غزوه بدر خیست دعا کرد، گفت پروردگارا اگه ما به حق هستیم یا را تباه کن، اگه یا به حق هستن ما را تباه کن. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که والا ابو جهل خدا چی کرد؟ تباه کرد. نمی بود که داری کشته شد. خودش دعا کرد. چون ابو جهل تا آخرین لحظام چی میگفت؟ که ما به چی هستم؟ پیش خود به حق بود. چرا بدعت خطرناک است؟ گناهکار کبیره دشمن خود است. بدعتکار دشمن رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یک کس زنا کرد، دشمنی با خود کرد، خود مستحق عذاب کرد. اما بدعتکار چی است؟ بدعتکار بر مردم اتو میفهمانه که این پیغمبر دین کامل تطبیق نکده، ما تطبیقش میکنه. این حال بدعتکار دشمنیش با کی است؟ خطرش دیگه است. نه حال ما شما بسیار بی تفاوت هستیم. تو یک بدعت انجام میتی صحیح نه و پیغمبر صلی الله علیه و نکرده و اینه میگی در دین است. معناش چی است؟ که رسول الله صلی الله علیه و دین مکمل برای مردم تبلیغ نکردن. اگر میکرد خب باید این کارا میکرد. در کدام جنازه رسول الله صلی الله علیه و کاکایش مرد روز 2 کرده، روز 3 کرده، شب جمعگی کرده، 40 کرده، بکشتند. این حالی کسایی که روز 2، روز 3 و شب جمعگی و 40 میکنن، دشمنیش که کی شد؟ که رسول الله صلی الله علیه و شد. و این قاریایی که باز اونجا میرن بازی را تشویق هم میکنه، خدا خیراتتان قبول کنه. اینه در چی تشویق کرد؟ در بدعت. در روز قیامت خصم ازی در مقابل ازی کی قرار میگیره؟ شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر در دین بود میگه چرا من نرساندم؟ آیا چیزی که در دین بود رسول الله صلی الله علیه و سلم کلش بر ما و شما رسانده یا نرسانده؟ از خلافت شروع تا طهارت، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم این چیز ترک نکردن. حتی دمی تشناب هم که میری نگفتی که در تشناب چی بکن؟ گفته که در تشناب داخل میشی با پای راست داخل شو یا با پای چپ؟ با پای چپ. در تشناب که میشینی، دمی کمود که میشینی، گفته روی طرف قبله کو یا روی طرف قبله نگردان؟ گفته نگفته؟ یعنی گپ‌های بسیار دقیق برات بیان کردن. پس چطور چیزای کلان شب جمعگی از پیشش مانده، روز 2 از پیشش مانده، روز 3 از پیشش مانده، سالگرد از پیشش مانده،
اسقاط از پیشش مانده. ها؟ نه ولی من خیر است شما یکان ذره مناقشه کنین بگین ولی میگه مرا قناعت حاصل نکرد. صحیح نه؟ چطور؟ اول چون بدعتکار خود به حق فکر میکنه هیچ وقت توبه نمیکنه، بلکه سرسختانه است بدعت خود چی میکنه؟ دفاع میکنه. و دال چرا هست؟ به خاطر ازی که اینمی پیروای عیسی علیه السلام یا دین درست نمیفهمیدن، خیستن زیاد افراد کردن بالاخره عیسی علیه السلام از بندگی کشیدن، گفتن که این بچه خداست العیاذ بالله. چرا؟ به حساب جهل است. وقتی که دین نفهمیدی، دین که نفهمیدی، قرآن نفهمیدی، سنت نفهمیدی و دینداری میکنی، و چه به علم شیخی که هم دقیقه کفری بسته. یک آدم که بدون علم حال برو پیش یک دکتر، پیش یک نفر برو بگو من عملیات کن، و میگه خوب بیا بیدر، خوب اخلاص میکنه، یک کار دم میگیره، شکمت پاره میکنه، گرده تا برات چی میکنه؟ گرده تا برات ایواز که جور کنه برات میکنه. مردم افغانستان خیلی بیعقلی را دارن، حالا پیش دلاک نمیره که دندان ما بکش، میره نمیره. بنال مردم چی میکنه؟ میره پیش ازی دندان خودم میکشه. او بیچاره با بسیار اخلاص انبور بند میکنه، دندان ناجور مانده جورش میکشه. امی دلاک پیش دندان درد پشتش دویده میره در قریه تا که دندان کنده شود. این حال در هر جای اخلاص به درد نمیخوره بدون علم. و ما اگر پیش یک دکتر صحیح بره، او قرار باش پچکاری میکنه، انستزی برش میته، دندانش به بسیار سادگی میکشه و از عوارض جانبی و دیگه و خطرناکش بسیاری وقتا این علاشی شکتش میکشه. بعضی دندان که از اعصاب ارتباط داره، به یه علاشه ارتباط داره، این خب بسیار خطرناک است. این حال وقتی که شما در مسئله دندانتان هوشیار باشین، پیش دلاک نمیرین، پیش آدم هوشیار است، پیش شخص متخصص مسلکی که سم بشناسش که دکتر دندان است و لیسانس داره، ماستری داره، تخصص داره، پیش از او میره. در مسائل دین چطور میکنه؟ در مسائل دین بدعت که پیدا میشه، از چی پیدا میشه؟ او بیچاره قرآن نمیفهمه، سنت نمیفهمه، اخلاص میکنه، در اخلاصش آنچه که در دین نیست رو در دین داخل میکنه. مثل که 3 جوان که آمدن عبادت پیغمبر قلیل فکر کردن، که انهم در متن حدیث میگه که انهم تقالوها، مثل که اینا عبادت پیغمبر چی فکر کردن؟ حالا این چندان عبادت نمی. باز برای خود دلیل پیدا کردن، او خود پیغمبر است، او را خود الله گناه قبلی و بعدیشه بخشیده. ما چی کنیم؟ این جوان ها گفت من تا آخر عمر ازدواج نمیکنم، فقط برای عبادت خدا تخصیص میکنم. دیگهش گفت که من تا صبح خو نمیکنم، همیشه عبادت میکنم. و دیگهش گفت که من هیچ وقت افطار نمیکنم، در طول سال روزه میگیرم. رسول الله صلی الله علیه و آله یاره خواست، برشان گفت که همین شما جوانا بودین این گپا رو گفتین؟ گفتن ها بله صاحب ما همین گپا رو گفتیم. رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که والله من از شما که با تقوا تر هستم، اما نمازم میخوانم، خوام میکنم، ازدواج هم کردیم و روزه هم میگیرم و افطار هم میکنم. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کسی که از سنت من دوری بکنه هیچ امت من نیست. پس بدعتکار مشکلش چی است؟ خطرش که از صف امت رسول الله صلی الله علیه و آله چی میشه؟ خارج میشه. شرابخور خارج نمیشه، زناکار خارج نمیشه، دوست خارج نمیشه. دی گناه کبیره ایده ملت رسول الله صلی الله علیه و آله هست، لکن گناهگار است. اما بدعتکار از صف امت رسول الله صلی الله علیه و آله چی میشه؟ خارج میشه. خطرش دی اینجا است. چرا که این آیت قرآن قبول نداره که الیوم اکملت لکم دینکم، دین الله تکمیل شده در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله. و آیت قرآن آمد که دین چی شد؟ تکمیل شد. آلی بدعتکار وقتی که عبادتهای دیگه و اعتقادات جدید میاره، معنایش است که دین تکمیل نبود، پس با این آیت قرآن عقیدش تکر میکنه و این پیغمبر کل دین بر ما بیان نکرده.
از این خاطر ما هستیم که چی میکنیم؟ موضوعات جدید میاریم و دین ما کامل میسازیم. پیغمبر ضعیف معرفی میکنه در حالی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ سنت، فرض، واجب، مستحب هیچ چیز را نماند بر امت خود، کلش تطبیق کرد. کلش تطبیق کرد. این حالی بدعت ها را که ما و شما بشناسیم، مثلا بعضی از بدعت ها هست که مربوط به عقیده میشه و بسیار خطرناک است. مثلا اختراع یک عقیده جدید است. نصرانی ها چی کردن؟ برای خالق متعال پسر اختراع کردن. مشرکین قریش چی کردن؟ برای خالق متعال ملائکه را گفتن که یا دخترای الله است. پس این چی شد؟ اختراع یک چیز است، عقیده جدید و خطرناک. مشرکین قریش بدعت واسطه جویی را برای خالق متعال این بدعت پیدا کرد. واسطه چی قسم؟ وقتی که از پیشان پرسان میشد، یا در ملت ابراهیم علیه السلام بودن، یک کسی به نام عمرو ابن لحی. عمرو ابن لحی کی بود؟ عمرو ابن لحی یک آدم بسیار خوب بود، بسیار آدم خوب بود در بین قریشی ها. کی میشناسه عمرو ابن لحی؟ خودت میشناسی؟ تو بیا اینجا برام معرفیش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. عمرو ابن لحی اولین کسی بود که بت به مکه معظمه آورد و بت پرستی را در مکه معظمه رواج کرد. چه قسم من؟ قصهش هست باید؟ اما تجارت میکرد، وقتی اونجا میرد نمیفهم در شام میباشه یا یمن که از اونجا مردم میبینه که اونا بت پرستش میکنن، یا این کار خوشش میاد. وقتی خوشش میاد باز یک بت میخره میاره در مکه به مردم میره برشانیات میده که یک کارا باید. تشکر. خلاص اینال عمرو سعی کنین عمرو ابن لحی چی کرد؟ عمرو ابن لحی عادت است همیشه شما دیده باشین که این عمرو ابن لحی وقتی که از مکه مکرمه رفت به شام اونجا کال سوریه میگن، در اینجا مرکز مرکز تجارتی روم بود. این اونجا رفت تعمیرهای بسیار لکس دید، اونجا تمدن بسیار لکس دید. یا مردم ها غریب ها بودن دیگه. این حال همیشه آدم هایی که از منطقه چیز میه غریب نشین در یک مملکت میره که بسیار خوب تعمیر دارن، خوب تمدن دارن، پیشرفت دارن، به اون متاثر میشه. همونطور لخ سایل میکنه یه عمرو ابن لحی که اینجا رفت، یکی مردم ها را دید که یا چی میکنن در پالوی دیگه چیزایشون، دید که یا بت پرستی میکنن. پرسان شد کرد که شما این مجسمه ها را چی میکنین؟ و گفت که صاحب بت پرستا کس همیشه مشکلشون در چی است؟ که خالق تشبیه میکنن با پاچا. گفتن مثلا وقتی که تو پیش پاچا میری، تو را پیش پاچا مستقیما کس میمانه؟ گفت نه نمیمانه. چرا؟ گفت یا پاچا مصروف است یا مثلا تو غریب هستی تو را نمیمانه، پس تو میری پیش یک سکرتر پاچا میری یا پیش وزیرش میری یا پیش یک نفر مقربش میری، بازو دست تو را گرفته عریضی تا پیش کی پیش میکنه؟ پیش پادشاه. گفت خوب گپ است. گفت خالقم که مثل پادشاه است. ما شما در قرآن میخوانیم که لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مثل الله نیست. لکن یا تشبیه کردن چیه؟ گفت پس اینی بت ها که است مقربین الله هستن. ما پیش از این بت میریم، بازی بت دست ما را گرفته چی میکنه؟ واسطه ما میشه، وسیله ما میشه، ما رو چی میکنه؟ به پادشاه نزدیک میکنه. عمرو بن لحی چی کمال داشت؟ خوب آدم بود، خوب دسترخوان داشت، رئیس قبیله بنی خزاعه بود، مسافر که میامد دخانی ازی میامد، کل صفات خوبه داشت. یک صفت خرابی که داشت دینه نمیفهمید. مردم دیدن که بسیار خوب آدم است،
برش گفتن که خلاص حالا بیا از رئیس قبیله ما از خوب دسترخوانم داره، خوب میماندارم است، بیا چی میکنیم؟ امیر رهبر چی خود جور میکنیم؟ اقا چوکی رو داره ملایمان باشه. فهمیدین یعنی؟ این وقتی که ملای خود جور کردن، رهبر خود جور کردن، رهبر دینی، چونی آدم مشکلش در چی بود؟ جهل بود. وقتی که در اونجا رفت متأثر شد به چی؟ به عقیده بت پرستی. ما هم یک دفعه هندوستان رفتم، دمت یک بلا بند مانده بودم. من هندوستان رفتم، در اونجا هم بت پرستیست نه؟ من رفتم در هندوستان، اینجا از کابل یک دخترک خوردم بود، برای من زنگ زد، گفت پدر برای من یک دانه گودی بیار. من گفتم چه قسم گودی برات بیارم؟ گفت یک قسم گودی که چی داره؟ کوک میخوره راه میره. من گفتم خوب است. من دیدم شهر ممبئی روان هستم، من میخواستم دیدم یک دکان کلان گودی فروشی است. در آمدم در دکان، اینجا صاحب گودی های کتا ماندگی است و خرد ماندگی است. یه اصلا بت فروشی بوده. من خیالم که گودی فروشی است. فهمیدی؟ حالا در آمدم، اول که در دکان در آمدم، من بت فروش یا تو سرما عجیب و غریبی ریش مسائل میکنم و قواری مسائل میکنم در دکان چیشه. من دیگه هیچ فکرم نیست. من دیگه هیچ هندوستان هستم، در دکان داخل میشه نه سلام میتی نه هیچ، فقط سیل میکنی. رفتیم یک دانه بت از کلیش میگیریم، این قسمی کمرش سیل میکنم، کلی داره این نداره، دیگه بت از کلیش میگیرم، او رو سیل میگیرم. خب مقصد 8 9 دانه بتا رو تو بغلایش تلاشی میکنم، میپالم که بت چی پیدا کنم، گودیگه که کلیدر پیدا کنم. مردم هندوستان کسی بسیار مردم آرام هستند. تو زود عکس العمل نشان نمیتونم، تو آرام هستن. من گفت خانجی کیا چاهیه؟ من برش به انگلیسی گفتم I want a doll for my daughter. گفتم ये चाबी वाला डॉल है आपके पास, वो जो चाबी है. खान जी तो भगवान की दुकान है. ما دیدم که اشتباه کردیم. حالا که اشتباه کردی دیگه در اشتباه خدا زود چی نکنه. من دیگه خودم تو انداختم، گفتم भगवान क्या है؟ گفتم वो क्या है؟ ये डॉल नहीं है. नहीं इसके लिए हम पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, ये करते हैं. ما گفتم میره خودتان جور میکنه، باز برش عبادت میکنه. हाँ जी करते हैं, ये ऊपर वाले के लिए ठीक है, इसमें रिमोट कंट्रोल है उसके साथ. فهمیدم که رانگ نمبر است. رانگ نمبر است. باز گفتم oh I'm sorry, I think this is shop of dolls for children. باز گفت no problem شکریه بازم تو برام. ایناله عمرو ابن لحی وقتی که اونجا رفت مشکلش در چی پیدا شد؟ چون جاهل است. صحیح نه؟ متأثر شد بقیه از اونا و بت‌ها را اغلباً فکرتان باشه که امی بت پرستا بت خدا از طلا از چیزا او از عقیق سرخ جور کرده بودن. هوبله باز برش گفت که یک دانه برام بده. برش این هوبل یک دستام نداشت، چونته بود، لکن از چی جور شده بود؟ از عقیق سرخ. حالا بسیاری مردم ها میگن عقیق سوچه است، از همون بغلای چی؟ هوبل مانده. فهمیدی؟ این حالا صاحب ایره آورده در اینجا که مردم سعی کردن، مردم که دیدن که اوه چی آوردی؟ اله بدم این بزرگ ما آمده، یکی چپنش ماچ کو، دیگه ریشش ماچ کو، دیگه لنگیش ماچ کو، دیگه بغلش ماچ کو. خب ماچ کردن از دیگه کلان قبیل است. ای برشان گفت که براتان یک چیز نو آوردیم بسیار لوکس که مشکلاتتان عاجل عریضه تان میگیره و عاجل پیش میکنه به خالق متعال. چی است؟ لاتا هوبل آوردن در پالوی کعبه گذاشت. اینی که در پالوی کعبه گذاشت گفت چه قسم عبادت کنیم؟ گفت پیش شما نیاز نداره که به خالق متعال بیاین، پیش از یا همین مشکل داره.
دیگه حالا مردم صاحب چی میاره؟ شتر میاره، گوسفند میاره، در زیر پای هوبل ذبح میکنه، میبریش رئیس کجا؟ رئیس بنی خزاعه. ای دیگه دیده که اوه از این تجارت باشه، ما چرا برای خود نداشته باشیم؟ صاحب هر کس رفت صاحب برای خود یک دونه بت در پالوی کعبه مانده. یک وقت شد که یگان تا مثل ابو جهل واره 15 تا بت داشت. چرا 15 تا بت ابو جهل اونجا مانده؟ چرا 10 تا ابو لهب مانده؟ چرا مانده؟ به خاطر از این که مردم که اینجا میایه، یک نفر صاحب برجی تلخان میاره، دیگه صاحب کشمش میاره، دیگه توت خشک میاره، دیگه گوسفند میاره، بز میاره. هر بتی که ماند اونمو از همون صاحب بت میشه. پس این بت پرستی چی است؟ تجارت است. بت پرستی و قبر پرستی. حال ایشان صاحب های مزار برو، ایشان صاحب قرار 6 فیلم گنگا و جمنا را سهل داره. فهمیدی یعنی؟ بازو همشیره شکرانه تا پرتو. این حال وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد، ابو جهل ابو لهب که دیدن که میگه لا اله الا الله، یا خو عرب بودن میفهمیدن، گفت که این خو صاحب تجارت ما را خراب میکنه. این حال وقتی که بطا از جمع شد نه، باز گوسفند کی میاره، بز کی میاره، تجارت کی میکنه. ما که هستم نه، خانواده ما پیرخانه است، ما خود ما پیرها بودیم، مریدا داشتیم. مرید میامد دستک ما را ماچ میکرد، صحیح نه؟ ما گفتیم یک لودر، خدا شرمندهش این لودر است، دستا ماچ میکرد، یک 500 هم میداد. ایت تجارت داشتیم. در زمستان برای ما 3 تا 4 تا گوسفند میامد. زمستان کباب خورده و گوشت قا خورده، دل ما سیاه میشد. از قندوز مریدای ما بودن، از قندوز کمی برنج چی میشد؟ موتر در پشت خانه ما استاد میشد. قبلگاه صاحب چی؟ 10 برجی 20 برجی چی آورده؟ برنج داشتیم، گوشت خوش داشتیم. قرار ما خود ما دیگه چی میکردیم؟ میرفتیم لوکسترین پتلون کوای میخریدیم، جمپرک های ما رو نیم قوله، نماز گاهی میخواندیم گاهی نمیخواندیم. اونو مریدک که میامد باز چی میکرد؟ دروازه تق تق میشد. به خیریت از پاچا صاحب است؟ نه صاحب نیست. بزرگوار صاحب است؟ نه صاحب رفته که جای کار داشته. تو چیش میشی؟ من بچهش میگم اوه اشتوک غنداقی تان برای ما دواست. باز چی میکرد؟ میگفت الله یک دونه تاویز بده. ما میفتیم بیا دیگه پیسهش چیز که خوب است پدرم نیست، پیسهش جیب من برم. باز ما میرسیم به کاغذ، نشته میگم فرعون، هامان، شداد، نمرود. ایره قاط کن، ایره قاط کن، برو گرد سرت دودش کن. باز اونو مرده کن. چند روپه میشه؟ والله دیگه باز برش 40 جور میکردیم که چی از دیگه پیسه 2 کیلو گوشت گوسفند. باز پیسه 2 کیلو گوشت گوسفند. باز اون مرده که این طرف خودم میزد، این طرف خودم میزد. باز مثلا یک 40-50 روپه از جیب میکشید، دیگر از اینجا میکشید، اینجا میکشید. گوسفند خب مثلا کیلوی 300 روپه است نه؟ دیگه نه 400 روپه گوسفند، 2 کیلوش 800 روپه. باز 500 روپه رو به بسیار حضور میداد که صاحب کرام ندارم، راه ما هم دور است. اینی 500 دیگه که بگی که خفه نشی که باز تاویزت بلگه. نه نمیلگه. سام خدا شور بده. باز در بغل خود یک تذکره را پد کرده بود و این تذکره 100 مونده. باز میگه این 100 اینجا مسیرم بگه. اونو قسم خوب چیز. این حالا که شدیم سه کس اگر 50 روپه بده. این سلفیات بی غیرت است. که برای پیرای خود 1 قرار نمیده. اونو مردم اصلا تو پیسه و چیز. این حال قبر پرستی و بت پرستی چیست؟ بهترین تجارت است. از این خاطر کلانای از اونا زیاد تندی به خاطر جیب خود میکنن.
کال پیسه از دست من میره. حالا 360 بود بره برجی چهارمغز یکی میاره، تو دیگه میاره خانه ابو جهل، میرفتی صاحب که خلطه صاحب برجی کشمش چهارمغز بسته شطور هم میکشتن میاوردن مرده کرد. تمام روز کباب است، قرار ابو جهل خورفش خواب است. از این خاطر سرسخت‌ترین دشمن رسول الله کی بود؟ ابو جهل بود. این بدعت چی است؟ بدعت در حالی که الله بر آیات قرآن نازل کرده که الله صمد، الله بی‌نیاز است، الله بی‌نیاز است. تو مستقیم پیش الله میری یا از طریق بت میری؟ شما 2 نفر بیاین، من براتون نشان میدم. اردویتون بیاین گوش کنین. خب مثلا اینی 2 نفر است، ما استادشان هستم. خوب فکرتان بفهمید که امی مشکل در کجا است. این 2 نفر است، اردویشان مشکل دارن در امتحان. 1-2 نمره ازی کم بود کرده، 1-2 نمره هم ازی کم بود کرده. سیزده اینی نفر خودش آمد مرا گفت استاد سلام علیکم، خوب هستی؟ جان جور است، بخیر هستی؟ استاد من 1-2 نمره کم بود دارم، در زیاد خواندیم، زحمت زیاد کشیدیم، اگر 1-2 نمره همراه من همکاری بکنی. برای گفتم سیس من 2 نمره ان شاء الله به خاطر روزانه برای تو میدم. این چی کرد؟ ای رفت مدیر تدریسی را واسطه آورد. سیس نه؟ این حال کی برام گفتم ایتانه که به نظر ازی من خوب مهربان هستم یا به نظر ازی؟ چرا؟ نه اینجا بیا بگو. آلخویام 2 نمره کرده داشت یا نه؟ ای آمد خودش پیش ما آمد، ای رفت یک مدیر آورد که او برای من بگوید که برای من 1-2 نمره کمک کن. خب من که از یام 2 نمره کمک کردم که از یام کمک کردم. آل دبین ازی تا چی تفاوت است؟ اصلا تفاوتی است که مستقیم پیش شما آمد. یعنی خب آمد خود سایز مستقیم آمد، چی تاثیر داره؟ یعنی کس واسطه نکرد، اما روی خودش پیش شما گرنگ بود، به اون خاطر مستقیم پیش شما آمد. نه ای کی میتونه برای ما بگه؟ بیا دقیق تر چی فرق از بین از 2 نفر؟ فرق در است که این نفر اول که هست شما رو بسیار یک انسانی با محبت، مهربان، یعنی شخصی میدونه که اگر من پیش استاد برم حتما استاد من کمک میکنه. استاد پدرم است، پدر معنوی است. استاد مهربان است، مشکل خود برش میگم، خیر برای نمره میده. 2 نمره چیست؟ این نفر که هست این میگه پیش استاد برم، اولاد چرا درس نخونی؟ برو گم شو. بس این مهربانی با چی داشت؟ این شک داشت، میگفت استاد خشن شاید باشه، استاد برای نمره نده. این پس رفت یک واسطه که به خود پیدا کرد، او را مهربانتر فکر کرد. او را مهربانتر فکر کرد. این حالا مثلا میدونه بفرمایید تشکر. همین 2 نفر مثلا مشکل داره. این 2 بجه شب خیست، وضو کرد، نماز خواند و گفت پروردگارم مرا ببخش. این رفت پیش یک کس دیگه که تو مرا پیش الله پیش کو. این حال در مهربانی الله این زیاد عقیده پیدا کردی؟ پس این به مهربانی الله عقیده داره. این نفر دومی مثال، این فار اگزامپل don't worry مثال. این حال فهمیدین یا نه؟ پس این حال کسی که پیش بت‌ها و پیش قبرها می رفتن که چرا؟ سعی گپ خطرناک میزنه، میگه من روی سیاستم، من شرمنده هستم، الله مرا نمیپذیره. یعنی مهربانیش در حق من قطع است. ما میریم پیش از این بت یا این قبر، این مهربانتر از الله کرده. او پشت گناه ما و روسیایی مسائل نمیکنه. فهمیدین یعنی؟ بشه این حال اینی مشکل بود پیش از این بت پرستا که میگفت ما پیش از این بت ها میریم، ما نعبدهم، ما این بت ها را عبادت نمیکنیم الا لیقربونا الی الله، یا ما رو به الله چی میکنه؟ قریب میکنه. از این خاطر یا 50-50 میکنن. 50-50 رو میفهمین؟ 50% عبادت بر بت میکردن،
50% برای الله میکردن. چرا 50% برای بت میکردن؟ به خاطر ازی که وقتی که پیش سکرتر میری، پیش وزیر میری، خب باید یک کمک بر از اون را بدی دیگه. اینا رو بر از یک مقدار چی میکردن؟ پیش از اونا میرفتن، بر از اونا نظر میبردن، به نام از اونا سجده میکردن، رکوع میکردن. اینا اینی بدعت واسطه جویی در چی شد؟ در عبادت. الله گفت که اول الله الصمد، الله چی است؟ بی نیاز است. دوم گفت اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. الله گفت ما به بنده خود چی هستم؟ پس وقتی که ما به بنده خود نزدیک هستم، چرا یک کس دیگر هم میاری که تو را به من نزدیک بسازه؟ آیت دیگه گفت که و نحن اقرب الیه من حبل، من شاره گردن برای بنده خود چی هستم؟ و الله باز در آیت دیگه گفت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو برای بنده های ما که چی کردن؟ زیاده روی کردن. زیاده روی چی است؟ که از پیشش اشتباه شده، گناه کرده، غلطی کرده. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نشوید، مستقیما برید. انا اعبدونی، من عبادت کنید، هذا صراط مستقیم، ادعونی استجب لكم، مستقیم از ما بخواید ما براتون اجابت. چرا میرین پیش یک کس دیگه؟ اینا لی کسایی که واسطه پیش میکنن مشکلشان چی است؟ در رحمان رحیم بودن الله شک داره. خطرش در اینجاست. آدمی که مسلکی نباشن نمیفهمن. فهمیدین نه؟ ای در رحمت الله چی میکنه؟ شک میکنه. اگر این چرا مستقیما به الله؟ سیس ما گناه کردیم، سیس ما اشتباه کردیم، سیس ما غلطی کردیم، گناه صغیره کردیم، کبیره کردیم، لکن الله رحمان رحیم است، الله تواب است، دروازه توبه را برای ما باز گذاشته. اینی بدعت چی شد؟ عقیده درست ارتباط مستقیم با الله را چی کرد؟ از بین میبره. در رحمت الله چی پیدا میشه؟ شک پیدا میشه. الله میگه وابتغوا الیه الوسیله، به الله چی بگیرین؟ وسیله بگیرین. ایناله خود قرآن تفسیر میکنه. وسیله را قرآن چی قرار داده؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان در زیان و نقصان است مگر کسایی که 4 وسیله گرفتن. وسیله چی است؟ آمنو و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا. تو بیا در مکتب است یا در پانتون؟ این طرف بخیر در پانتون است. کسی در مکتب اینجا استاد شو، کسی در پانتون رتبه یک ذره بلند است. خب آل وسیله کامیابی تو در پانتون چیست؟ زحمت کشیدن، درس خواندن. آفرین، عمل خودت است. درس میخوانی، حاضری خوب میتی، در صنف حاضر میشی، شبا تا نصف شب درس میخوانی، صحیح نه؟ چپتر میگیری، لکچر آماده هستی، کل زمین چی شد؟ کلش وسیله چی تو شد؟ کامیابی. اینا مثلا یک کسی دیگه تو بیا این میگه که واسطه کامیابی تو کیست؟ در پانتون که واسطه کنی پیش استاد درس اگه خواندم اینم خودش باز اینا وسیله نشد. چی شد؟ درس که خواندی وسیله شد. واسطه چی میشه؟ که مثلا پیش ما کارت بند بود، درس نخواندی، چکرک زدی، ساعتک تیر کردی، باز امتحان که شد رفتی استاد راسخ گفتی که استاد ابی استاد دایره بو یک چندم رگک بده. پس واسطه به اشخاص میشه، وسیله با اعمال. فهمیدین نه؟ فهمیدین نه؟ واسطه به چی میشه؟ با اشخاص میشه. وسیله با چی میشه؟ با الله چی گفته؟ گفته واسطه بگیرین یا وسیله کنین؟ وابتغوا الیه الوسیله. آفرین میشه. نفهمیدین؟
شب قدر بر از این نیست که تو نماز زیاد بخوری عقیدت خراب باشه. صحیح است؟ شب قدر بر از این است، شب نشینی بر از این است که تو حسابت آرام است که بیاز مخ تا صبح تا 3 بجه 6 نه یگان طرف همیشه نفسش سرش غلبه میکنه باز کپک باید بارم ببره او خیر است. خیر است. همین موبایل خوب وسیله گریز است. یگان تا که موبایل خود تگرف من میگم میگروزه رفت هوا کرد. حتی شاگردان مدرسه یگان دفعه تو موبایل میگیرم و میگه که رفت دیگه نمیره. رفت دیگه. اینا این شیشتن عقیده خود اصلاح کردن اینمی از 1000 ماه اگر بر تو ثواب داده شود این 2000 ماه را ثوابش تو کم میکنه. چرا کل زندگی تو چی میشه؟ عقیده تو پخته میشه و باستر کس فریب داده نمیتونه. چرا آل کس آل خو سر یک جوان سر یک کلمه یک کتاب درباره جنگ فکری نوشته میکنم تنها در کله ظاهری یک جوان 6 مملکت کار میکنه. شما در این پشت سلمانی برین یک تا موی ایتالوی است، یک تا موی فرانسوی است، صحیح نه؟ افریقایی است. این آدمای با تجربه فهمیدین؟ اینا از ارژانتین و از پرتغال و از فلان و از فلان است، صحیح نه؟ این میاره کلش آورده برای تو بسیار لوکس نشان میده. باز اونجا میگه که این قسم کلیت جور کنم یا این قسم جور کنم یا این قسم جور کنم و تو بازی خوردی. ولی اگر راست پرسان کنین اینمی عکسایی که در این پشت سلمانیا بنده است، کسایی که اروپا رفته این گپا را میفهمه، کسایی که اروپا سفر نکرده این گپا را نمیفهمه. کسایی که اروپا و امریکا رفته در اروپا که برین اینمی عکسایی که اینجا بنده است عکسای اونو آدمایی است که 50 تاش چند روز پیش عو شد. نفهمیدین؟ او از اوناست. این حال تو خدا گرفتی در اینجا 51 جور کردی؟ هیچ خبرم نداری. فهمیدی یعنی؟ او سمبول است به مت آدم ها که تو موی خودی قسم میکنن. چی میکنن؟ چرا او کاکاکایی را بشناسن؟ فهم؟ او سمبول اون تو. این حال در کلی یک نفر چند مملکت کار میکنن؟ 6 مملکت کار. این در کلی زایی توست. در سر مغز تو جوان 50 مملکت کار میکنن. آفرین شما. امروز جوانایی که در این عصر است شما که در قهرمان در هیچ وقت یافت نمیشه. چرا که در وقت در این عصر شما مستقیم یا غیر مستقیم 50 مملکت کفری در سر مغز تو کار میکنه. از طریق موسیقی، از طریق جنس، از طریق فیلم های فری، از طریق فیسبوک، از طریق موبایل، از طریق فلان 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 کلش کار میکنه. یک هدف داره که اینمی جوان منحرف شود و کمر از یاد اینمی جوان ها شکستانده که یک دفعه سیل میکنه که در مسجد سیل میکنه که 700 نفر جوان صحیح نه؟ حال شما سعی کنید نه؟ شما چرا قهرمان هستین؟ من مثال شبرتان میم خب ریش سفیدایی که اینجا هست مسلمان ها طرف شما دیوال شما خب مسلمان هستین نه؟ امی ریش سفیدای کمونیست که همیال هست نه؟ سر از یک مملکت کار کرد صحیح نه؟ یک روسیه کار کرد تا همیال کافر نیست از نیست آجید امی استاد پانتون از باور بکن او روز مکتش در صنف بر من میگه استاد خدای قد بیکار نیست که باز بیا رزق روزی ما تو را تعیین کنه. ما برش میگم که الله وجود داره. او میگه یوری گاگارین وقتی که در مهتاب رفت من گفتم استاد محترم پیش از اینکه یوری گاگارین در مریخ بره همین مریخ کی جور کرده؟ میگه چون آمده بود دیگه من گفتم استاد ببخشید کل شاگردان استاد هستم. من گفتم ببخشید استاد من یک سوال از پیش کنم نمیدالی چی تصادف است؟ این موبایل تصادف است، همین کامپیوتر تصادف است، این مایک تصادف است، اینی که ثبت میکنه این تصادف است. چی از دمی زندگی تصادفی هست؟ هیچ چیز تصادف نیست. ولی سعی کنین سر از یک مملکت کار کرد
یارا اتو کافر ساخت که آل در اونجا مردم کمونیسم در خود شوروی کمونیسم استفراغ کردن، اما کمونیستای افغانستان اونمو استفراغا را حالا میخورن. سر از او چند مملکت کار کرد؟ سر شما چند مملکت کار میکنن؟ این حال تو رسایی که سر تو 50 مملکت کار میکنن، تو باز آمدی در مسجد در عبادت الله چند بجه شب است؟ 1:10 شب است. این حال او وقتی که میبینه او مردم هایی که فیلم های ما رو میبینید لالای طبیبی لالای که شاگردای خود 1:10 شب است. فهمیدی نه فهمیدی؟ اینا تو قهرمان هستی نیستی، به خاطر از اینکه نتونست کمرشان شکست. یا میگفتن که در 10 سال در افغانستان تو کار میکنیم، تلویزیون ها، دیش ها، فهمیدی نه؟ اینترنت، رقص، موسیقی های رنگارنگ، چیزی که لندغر و لچک و زیر دارگریختگی دنیاست، کلش میریم در کجا؟ بر از این جوان ها روبرو میکنیم تا که یک جوان مسلمان نمانه. لکن آل یاد دیدن که بعد از 10 سال 15 سال اینو خودم میخورن. اینمی درس موتور نفر قرار در امریکا ششته ماشین که $5,000 است ماشش، $10,000 است. استاد دایی باز مرا میگه او کاکا. من گفتم ما کلش کدوره هیچ موی نداره. من گفتم نام خدا بیادرزاده جان کاکولای تو را شمال زده، لالات خیلی 4 تار موی داره، تو خودتون روی دیده نمیشه، تو دیگه مرا چطور کاکا میگی؟ اینال سبحان الله. چرا؟ پشت ما را چرا گرفته؟ یکی دیگه میخیزه که یک استاد است که فیلمایش مشهو سیل میکنم. او در بچگی های خود بچه ماشی را میخواد تاله بعد مرسه کو آله که تاریخش تیر شده پشت مرا گرفته. 30 سال پیش میگرفتی. من برش گفتم حالا ای فایف که تاریخ تیر شده. اون وقت اگه 30 سال پیش باز سیدی های مرا شبکی سیل میکردی و تو سیدی برات جور میکردم که با مو شو سعی کردن تو برزه. حالا خود تاریخ تیر شده، حالا چیز پشت مرا گرفتی. یکی دیگه ایش سعی باید آلمان شیشته بازو هم دیگه شروع میکنه که شما میفهمین سعی که مغزایتون رو باز کنین. کلیپ از اون پیش ما هست. شما میفهمین که استاد دایی که هست نه باز ملازایر دایی این وهابی هست. میفهمین که نوکر وهابی هست. من گفتم تو باشی بگه که من وهابی رو تا بال راستی پرسان بکنم این تعریف وهابی رو تا بال پیدا نکردیم. یک آدم سم پیدا نکردیم که تو پوز چنه داشته باشه بگه ما وهابیستم که من میشناسم. من خودم حیران هستم که این وهابی چه قسم است. فهمیدی یعنی دیگه گفت این ملازایر دایی نوکر وهابیاست و این برای وهابیا خدمت میکنه. خوب فکرتانه بگیریم. خب من سخنهای دقیق شدیم تو باشی وهابی کی رو میگن. گفت کدام وهابیا رو میفهمی خدمتش ای ظاهر دایی میکنه؟ اون وهابیایی که 1400 سال پیش آمدن در افغانستان پدرها و مادرای ما و شما را تحت تاثیر خود قرار دادن. 1400 سال پیش کی آمده بود افغانستان؟ اینا لیا وهابی کی رو میگن؟ اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. کلیپش از پیش ما باز اگر دوستا خواستن من کلیپش بهتون نشان میدم. وهابی کی رو میگه؟ ما بی عقل هستیم که یک مسلمان میخیزه مسلمان دیگه خدا او بیچاره چی بکنه؟ او میخیزه او رو علی تو ترستی و واقع از کل ما و شما را بر نابودی کل ما کار میکنه و نه تنها میخواه که ما را بد معرفی کنه حتی اصحاب کرام. شما گپایشون بشنوید و تحلیل کنید. به این شکل برادرای محترم دیگه در قسمت بدعت ها باش که چیز نشیم.
بدعت رکوع سجده به مخلوق، این بدعت ایجاد شده در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. مسلمانی که لا اله الا الله میگفت بغیر از الله به مخلوق رکوع و سجده نمیکرد. حتی شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که برای مردم درس داد برشان گفت که در سابق که بود، در شریعت های سابق سجده چی وجود داشت؟ یک سجده داشت به نام سجده، یکی سجده عبادت بود، یکی سجده احترام. رسول اکرم صلی الله علیه و گفت که اگر در شریعت ما سجده به مخلوق می بود، یعنی سجده احترام می بود، ما برای خانم‌ها میگفتم برای کی سجده بکنه؟ بر شوهر. اما ما اینو نمیگم، چون در اسلام سجده احترام نیست. سجده چی است؟ فقط عبادت است و سجده فقط برای الله میشه. خود رسول الله صلی الله علیه و کسی اجازه نمیده که در مقابلش چی کنه؟ سجده. حتی استاد شود. امی استاد شدن که است قیام یم عبادت است. رسول الله خوش نداشت که از مقابلش استاد شود. در مجلس داخل میشد صحابه شیشته بودن. رکوع کس نمیکرد، سجده نمیکرد. اینال ای هم بدعت چی پیدا شده؟ در عقیده پیدا شده. قربان کردن حیوان برای زیارت ها در عصر رسول الله صلی الله علیه و صحابه کرام کسی نبود که پیش قبر گوسفندی را ذبح بکنه. اما پیدا شده نشده؟ پیدا شده. لنگر گرم کردن، نظر برای کی؟ برای انسان. من نظر گرفتیم که لنگرش چی میکنم؟ نظر عبادت است. اینی مشکلات. بدعت بوسیدن دروازه و دیوارها. یک حجر الاسود در اسلام آمده که سنگ هم از جنت آمده، رسول الله صلی الله علیه و آله او را بوسه کرده. عمر رضی الله عنه در مقابل از امام استادش برش گفت او سنگ سیاه، من میفهم تو یک سنگ سیاستی، نه بر من نفرستانده میتونی نه ضرر. اگر رسول الله صلی الله علیه و آله تو را بوسه نمیکرد من تو را هیچ بوسه نمیکردم. این از قوت چی معلوم میشه؟ قوت ایمان. بغیر از دیگه بوسه کردن نیست. بخی دروازه را بوسه کو، بخی قلف ماش کو، بخی مثلا چی رو نیست. اینی بدعت های چی است؟ بدعت های خطرناکه. بدعت کشف کردن قلفا. در قلف خدا کشف کرده برو که قلف مرا چی میکنه؟ بدعت خوردن خاک قبرها. اینی ها کلش بدعت اسپند است. شیطان دو چیز خوش داره. عبادت شیطان در دو چیز است، یا در خون است یا در دود است. اکثرا بت پرستار دیده باشین که دود میکنن. پیش بت همیشه چی میباشه؟ دود میباشه. اسپند چیست؟ کت اسپند کس پاک میشه. مسلمان کت چی پاک میشه؟ یا کت وضو، یا کت غسل، یا کت تیمم. اما حال بسیار مردم شد میکنه. مقدس شمردن مهره ها. این مهره مقدس است، این مهره، این کلش در جمله بدعت های چی هستن؟ بدعت های که چیز یگان تا مویش اشتکنت دراز میماند دو مهره. این نظری است. باز بیری چی میکنه؟ یک تا بچه بود در کوچه ما بود، هر وقت هر کس کشف کرده میره کله از میشه او گور. ما میگیم چرا این لوده ایره برای دم ساخته؟ پس آن دیدیم که یک موضوع عقیدتی است که در بین مردم چی شده؟ هیچی هست که دیگه بدعت ها در عبادت است که عبادت رسول الله صلی نکردن. بدعت علاق خواندن. یک وقت من برادر من مولوی بود یک مسجد، مرا برد گفت که تو بگی چیز شده مسجد نزدیک است آذان بده. من در مسجد آذان میدادم، باز بیادر میامد نماز میخواد. یک روز شامکی یک کس آمد گفت مولوی صاحب است. من گفتم نه نیست. مرا گفت که خیلی خودت مؤذن هستی؟ من گفتم ما. گفت بیا که اینجا در خانه ما
چی هست دمی خانه ما بیا اینجا کارت دارم. من رفتم دیدم اونجا دم خانه مرده شده بود دیگه، این شامش هست. اینم خیلی کاسی حلوا را آورده، من گفت بخوان الها که من نمی‌فهمم که الها چیست، چون در کتابا نیست. یا خاله کمپیر آمد من گفت بخوان الها. من گفتم که خب میخوانم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. گفت خاک دست سر تو چلیگک چلی چل میزنه و نان مرچاو میزنه. گفتم که چرا؟ گفت که الا که نمیفهمیم. گفتم نه، الهاکم التکاثر را بخور سر جی الله وامیدیم. خب من گفتم خب سعیست دیگه تسلیم از خالگک هستم. گفتم اعوذ بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر حتی نفهمیدی. گفتم غلط خواندم. نه کلکت دلوا چخ نکردی. من دیگه سنم صنف دستم یا 11 هستم، یعنی کلکک مام نازکک الوا اینجا کاسه و این سرخ این خالگک اگه مردان باشه الله نبخشیش. اینمی کلک مرا دمی الوا چخ کرد. گفت اینال کلکت در الوا بام خوانده برو. حالا من دیگه میخوام والحاکم التکاثر خدا ای پاکی مرده را نبخشه، خدا آدم گور سرچپه پرتش خواندم زودم یک ثانیه امیر صاحب بدون تراویح افغانستان وره امیر علاقه دمی علاقه خواندم دمی مقابر خودم فقط خلاص کردم. کلک مکشی مال سعیم کلک میگه تو سرخ زدم تو میزنه دعا کو گفت اللهم لا تغفره اللهم لا ترحم اللهم جعل النار مسواه. این خالق دیگه بگه آمین. مرد دیگه تو زور داده به همین عربی دیگه اللهم ادخله مع فرعون و شداد و نمرود و ذریته و امه و هذه کل شب دعا کردم. کل که من در داده بود ایده کجا هست؟ باز 40 روز نان رایی کن. و او بیچاره خودش یتیم دار غریب فقیر مسکین در کجا هست؟ پیغمبر کرده نه اوی اگر اوی نکنی مردت بخشیده نمیشه. برادرم فوت کرد، خود ما در خم هستیم جگر خون کلگی ششتیم. این صاحب یک از هم خانم برادرم قومای شیخ خاله کمپیر آمد من میگه بیا اینجا بچه. مادرم بسیار روشن من گفت بچه این مردم جاهل است، تو دمی هر چیز که مردم جنجال میکنی. من از این خودترکی وهابی بودم. از این خودترکی همین چیزا بد من میاد. یک کتابا رو نخوانده بودم خود طبیعتا که از این چیزا تضاد داشت، چون دین اسلام دین فطرت است. فطرتا بعد میاد میفهمی چی تو بیا اینجا. گفتم چی گپ است؟ برو یک خوراک کباب بیار شامی، یک خوراک کباب، نیم خوراک شامی، نیم خوراک تکه، 2 دانه کیله، 2 دانه سیب، 2 دانه شفتالو، 2 دانه ام، اینا رو کلش بیار. چیست؟ مادرم برام گفت بچه میاد چی که میگه برو هم گپای از یارو بکو که از یارو جنجال نکن. حالا برو که ارواحش میاد شام، ارواح مرده میاد باز اما تو گشنه میره. گفتم خب صاحب عاجل رفتم در بازار کلی چیزا رو خریدم. کارمندم صاحب زنکه رفت از این بین گوشت رم قدر گوشت هم گردم زیر مانده و برنج هم مانده چیز کرد. این صاحب دیگه گفت میبرید مسجد. امام مسجد هم قاضی است، خوب پیسه داره متلکس. خب این یتیمکای بیادر من سعی گفت این من خودم معسل هستم پیسه ندارم، حالا مجبور هستم دیگه. رفتم گلکدگی هایی که یک چند پی داشتم کرای موتای گپای من کباب خریدم فلانی یاره خریدم زرکه سمینم تو یک دونه خونچه را جور کرد. مرا گفت بیا اینجا راستانی رو میبری به مولوی سه. بچه‌ش گفتم خاله جان اگه نبردم می‌نم. من چای صبحم سهی نخورده بودم و نان چاشتم چون جنازه وی گپا بود در غم بودم نخورده بودم. من تو خوب گشنم هستم دیگه، تکت هستم جگر خونم هستم دیگه. کی بر ما نان میاره؟
امی خانه بیادرم صاحب دمی زیر که تا میشی یک کوچه دراز از تاریک رفتم دمی کوچه یک تاریک در آمدم. خودم مولوی فکر کردم قاضی امی کبابا را نوش جان کردم. امی اینمی همه اینمی سیبه اینمی کیله را پاک صفا یخنی را شکم خوب مثل شکم قاضی جور کردم. گفتم اینه که بیادر اگه آمد یه روایت اینه لالایت خورد. بعد این سبیده برنج سفیده بردم من مخادمک دادم گفتم این از خانه فلانی براتان آورده. در کدام کتاب است؟ از او بیادر ما 4 تا 5 تا یتیم مانده که در روز چلش خانم برادرم برام بعد گریه میکنه که من یتیمای خدا چطور کنم. آخر ما برش گفتم الله رزاق است، تو جگرخویی نکو، گریه نکو. و تا چه اینمی صاحب خورده رفتن. او کسی که اسقاط و بیادر مرا گرفته او را در روز قیامت با یتیمایش جواب میده. یک جای از قنطره اگه ما او مولوی را که از اون بیادر زادیم در قنطرهش استاد نکردم اینه باز خواد دیده. مال یتیم کس میخوره 10,000 باز یتیم بگی او را بر اسقاط توضیح کن. در کدام کتاب است؟ روز 2 در کدام کتاب است؟ روز 3 در کدام کتاب است؟ و او زن بیوه و طفل یتیم سر خود ما تیر شده و ایران است. چیزی که برنج و گوشتش چیزی که بود کلش یک کس دیگه است. او هم از امی خانم برادرم از خودگیش بدم. باور بکنین که مرد شوهرش مرد 3 تا تفلک داشت. تفلک های 2 ساله و 3 ساله و 5 ساله هر 3 دخترک ها بودن. 30,000 روپیه داشت. 30,000. یعنی این مسائل شما تو احساساتی برخورد نکنه، به این معقولانه می دینه بفهمید. 30,000 روپیه داشت. خفتن من اونجا شیشته بودم که همی چکاش گرفتن همی الماری زیر شکستاندن از این متوفاره. 30,000 افغانی گرکدگی داشت که اونجا پیش خود ذخیره کرده بود. این همی 30,000 گرفتن که ما روز 2 چی میکنیم؟ 10,000 روز 2 میکنیم، 10,000 روز 3 میکنیم و دیگه 10,000 دیگه 40 دیگه پایش میکنیم. باور بکنین والله اگه براتون دروغ بگویم که 40 پوره نشده بود که خانمش آمد و در پیش ما و گریه کرد گفت یتیمای ما از گشنگی میمرن. بل یاد خدا یک چیزی که کمک کنه. ما چند نفر در دفتر شیشته بودیم، باز گرفتیم از جیبای ما 100 روپیه 50 میلیون گریان میکرد. داخل دفتر آمد مرا گفت ظاهر جان مشتقایم یتیمای می چیز ندارم، کل چیز ما را خوردن رفتن. خاطر والا می کسی که شب جمعگی یتیما را خورده حلال است برش؟ آیت قرآن چی میگه؟ که ان الذين یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سبحان. خیلی چه قسم بگه دوزخ برای این مردم. یعنی ما اینمی 2 حادثه را من خودم بچه‌شم دیدم، دیگه‌ایشو قدر من ندیدیم. امی حادثه را والله ما به پیش خود دیدم که در روز چلش مچم شده بود یا نشده بود. خمی خانم از آمد گفت یتیمای ما از گشنگی میمره، برای ما یک چند روپیه کمک کنین. 30,000 روپیه زیره تا روز چلش مصرف کردن و 3 تا تفلکای یتیم خورد. و امی خانم بالاخره مجبور شد گدایی میکرد. اسلامی را میگه، قرآنی را میگه، سنتی را میگه. باور بکنم اونجا مرا گریه گرفت فرش. او روز دیگه یک بچه جوان یک محصل پانتون جامعه مرا میگه استاد یک مشکل داریم. چی مشکل داریم؟ گفت پدر ما فوت کرد، از پدرم مانده 3 بسوه یا 4 بسوه زمین مانده. همین چطور میشه؟ گفت کاکایم ما خو یتیما بودیم نمیفهمیدیم. گفت کاکایم روز 2 کرد، روز 3 کرد، شب جمعگی کرد، 40 کرد، تا 40 تقریبا 2-3 لک روپیه مصرف کرد. میگه مادرم گفت خب بیادرش هست دیگه حتما برای بیادر خود کمک میکنه. میگه آل کاکایم آمده که من خود مصرف کردم پیسه خودم زمین تا میفروش و ما دیگه هیچ چیز نداریم بغیر این زمین.
راه حل چطور است؟ میگه مادرم هم گریه داره، مامام تهران هستیم و مردکه میگه آمده که بتین از بکستان اسنادای زمینه بتین، من میره میفروشم قرضای خودم میگردم. آری کاکا مسلمان است، ایده دین است، ایده اسلام است. حالت اونو را صاحب در خیسف 200 برازی بته و 300 برازی بته خودم تیم بته بعد از اون آن بته و بعد از اون آن بته کارت بته. آخرش آمد از این یتیما همون بچه ها گفت مثلا معسل هستم لاغریگه گفت همین کلان فامیل هستم دیگه بیا درکای یتیم است مادرم است. گفت حالا این کاکای ما اومده ما چطور کنم؟ گفتم برین اجازه بکنین در محکمه برین و شکایت کنین. میگو برام میگه که نه من زمینم میفروشم. گفت زمین ما شاید 5-6 لک روپیه شده، اینال 3-4 لک چه میگیره چی است که من قرضم خودم میگیردم. یعنی این بدعت ها خطرش اینی است که خانه یتیم خراب میکنه، چیزا رو خراب میکنه. یعنی چی است